گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 85. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. باب 4. خلق تاجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917. 1. انقلاب فوریه سال 1917. وضعیت کشور ترکستان و امارت بخارا بعد از انقلاب سالهای 1905 1907 و تا جنگ یکم جهانی. عالمی شناخته اکادمیک بابا جان غفورov در زیرباب مذکور وضع کشور ترکستان و امارت بخارا را بعد از انقلاب سالهای 1905 1907 تا جنگ یکم جهانی، احوال وزنین و طاقت فرسای اهالی امارت، نظام نهایت به حقوقانه خاندان منقیطی، اوج گرفتن فعالیت ملتچیان بورژوازی را تحلیل می نماید. تأکید می نماید که حکومتداران پادشاهی گرچند توانستند اولین حرکت انقلابی روس را بوقی کنند، ولی نتوانستند ضدیت‌های اجتماعی داخلی ایمپری خود را برطرف سازند. محض همین ضدیت‌ها از نو باعث اوج گرفتن سلسله اعتراض عامه در ایمپریا و آسیای میانه گردیدند. سال 1910 در ولوس کان بادام کارگران کان نفت سنتا، انگیشتکنان کان سلوکته، خدمتچیان ایستگاه دراگامیروا حالا جبار رسولوف کارپرتایی کردند. شورش دهقانان نیز اوج گرفته. سال 1912 در ولوس نو دهقانان قرضدار به حولی سودخور کلان حمله کرده وثیقه های قرض را سوزانیدند. مهنتکشان امارت بخارا در زیر ظلم و اسارت بایهای محلی قرار داشتند. بایها را عملداران روس جانبداری می‌کردند. شور و آشوب‌ها در اینجا به درجه رسید که حتی حکومتداران روس را به واهمه آورد. مسئله بخارا چندین مراتب مورد بررسی مخصوص مأموریت روس قرار گرفت. سال 1909 چاپ شدن کتاب D.N. لاگافت کشوری به حقوقی، امارت بخارا و افزای امروزه آن به بررسی این مسئله تکان جدی داد. طبق گزارش کارمند مأموریت کشور ترکستان گنرال مایور دریاگین، این کتاب از بیدادی‌های داخلی بخارا، از خودسری‌ها و بی‌مزدگی‌های مأموران بخارا که برای کردار خود هیچ گونه جزایی نمی‌بینند سخن می‌راند.
از جمله دی.این لاگفت می نویسد که قریب 50,000 عملداران امیر از حکومت معاش نگرفته از حساب تاراج اهالی زندگی می کنند. امیر اهالی محلی را پر به اختیار عملداران داده، حتی برای ادای قرض زن و فرزندان آنها را به سودا می ماند. شماره انداز و خراج را سال به سال زیاد می کند، ولی برای نیک و احوالی مردم یک پول سیاه صرف نمی کند. درآمد امارت اساساً برای تأمین لشکر و برای دادن پاره به مأموریت روس صرف می شود. رسما درآمد بخارا 2.5 میلیون سوم است. 1.5 میلیون برای لشکر، 900,000 برای امیر و 100,000 برای قاضی و ملاها خرج می شود. در اصل از مردم سال 18 میلیون سوم جمع آوری می شود. مردم باشد به حدی قشاقی رسیدند. بنابراین لاگفت تکلیف می کند که بجای ترتیبات محلی ترتیبات رسیگی جاری کرده شود و امیر همچون نماینده باقی ماند. وضع وزنین اهالی بخارا در مجلس مخصوص مشورتی نزد گنرال گوبرناتور ترکستان محاکمه گردید و در آن وزنینی احوال اهالی اعتراف کرده شد و به وزیر حربی امپریا گزارش مخصوص منظور گردید. تأکید شد که طبق شرطنامه های سال 1868 و 1873 در امارت باید غلامداری و غلام فروشی برهم داده می شد، ولی این شرط ها اجرا نگردید. مأموران روس اقرار شدند که امارت به تمام به اختیار مأموران حریص پرتافته شده است. به معارف خلق کسی اهمیت نمی دهد. راه ها و پل ها همه فترات شدند. نرخ چیزهای ضروری با کثافت خراج های بیشمار نهایت بلند می باشد و مردم روز به روز بینواتر می شود. تیر ماه سال 1909 در تاشکند برای محاکمه وضع بخارا جمع آمد نو برگزار شد و حل مسئله را به اختیار مجلس مخصوص مشورتی حواله کردند که آن در پتربورگ 28 ژانویه سال 1910 برگزار گردید. مجلس مشورتی تحت ریاست رئیس شورای وزیران و وزیر کارهای داخلی روسیه استالیپین با شرکت وزیرهای مالیه، کارهای خارجی، حربی، سردار شتاب گنرالی، گنرال گوبرناتور ترکستان سامسونوف و دیگر شخصان رسمی برگزار شد. این مجلس نیز پس از گپ فروشی های زیاد خلاصه نمود که واقعا در امارت بخارا خودسری و بیدادی های گوش ناشنید، وحشیانه تالان و تاراج شدنی مهنتکشان جای دارد. تمام عملداران خرد و کلان روسیه از خودسری ها و بیدادگری های امارت بخارا واقف بودند، اما هیچ کس به مهنتکشان امارت بخارا دست یاری دراز نمی کرد. احوال مردم سال تا سال وزنین و تباهتر می گردید و درآمد امیر باشد افزایش می یافت. سال 1915 در بخارا غیر از شعبه بانک دولتی باز 7 شعبه بانک های خصوصی عمل می کردند که با سرمایه خارجی علاقمند بودند و با اجازت امیر زمینی زیاد را به اجاره می گرفتند. از جمله گماشته بانک روس و آسیا ستاوبه سال 1913 در بیکی قبادیان 10,000 دسیاتین زمین را به مدت 99 سال به اجاره امتیازناک گرفته بود. غیر از این از حساب زمین‌های تاجیکستان امروزه دو خواجگی دیگر ایوج سال 1914 با 5,000 دسیاتین و قرغان تپه سال 1915 با 65,000 دسیاتین زمین تشکیل یافتند. عموماً حکومت بخارا در دوام سالهای 1912-1915 300,000 دسیاتین زمین را به اجاره داد. امیران بخارا و عملداران آن حناطی و سوداگری هم می کردند.
خزینه دولت کیسه امیر بود. در این باره استاد صدرالدین عینی می نویسد که سال 1913 درآمد امیر 30 میلیون سوم طلا بود و این مبلغ برای تأمین سربازان 1 میلیون، نوکرها 100,000، تارتوق 1 میلیون، خراجات گوناگون 100,000 برای معارف و تندرستی یگان تنگه صرف نمیشد. خراجات عمومی سالانه برابر به 2,200,000 سوم طلا بود و باقی مانده 27 میلیون سوم طلا برای امیر صرف می‌گردید. چنین بود وضع امارت و احوال ساکنان آن. اوج گرفتن فعالیت ملتچیان بورژوازی. یکی از پدیده‌های نامطلوبی که در آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 به وقوع آمد تأکید می نماید باباجان غفورов. این اوج گرفتن فعالیت ملتچیان بورژوازی در آسیای میانه بود. عامل اساسی اوجگیری این رابطه ملتچیان بورژوازی ترکستان با هممسلکان خود در ترکیه بود. به بالاروی آن ملتچیان تاتار نیز نقش کلان داشتند. در ترکیه ایدئولوژی پن اسلامیه و پن ترکیه مفکوره رسمی گردیده. پس از انقلاب جوان ترکان در سال 1908 باز هم وسعت تازه پیدا کرد. جوان ترکان سرورشان انور پاشا عقیده های پن ترکیستی را پهن نموده دعوت می کردند که تمام خلق های مسلمان از جمله خلق های ساحل والگا، کافکاس، پس کافکاس، آسیای میانه باید در یک دولت عثمانی متحد شوند. با تلقین آنها وطن ترکان نه ترکیه و ترکستان بلکه کشوری ابد زنده و بیکران توران است. از ترکیه جاسوسان زیادی پن ترکیست به آسیای میانه می آمدند. پیروان خیش را با ادبیات ضروری تأمین می کردند. هرچند حکومت پادشاهی به انتشار شعارهای پن ترکیستی با هراس می نگریست، ولی بسیاری از جاسوسان آن به نظارت مانده بودند. آخر سال 1909 در استانبول جمعیت بخارا عاید به انتشار دانش مفید در بین عام تأسیس یافت و از این پس آمد و رفت جاسوسان پن ترکیست به آسیای میانه خیلی زیاد شد. این جمعیت زیر نظارت مخصوص حزب جوان ترکان اتحاد و ترقی عمل میکرد. سال 1910 با کوشش جمعیت بخارا به مکاتب عالی استانبول از آسیای میانه 100 دانشجو قبول کردند. در استانبول محفل دانشجویان مسلمان روسیه گشاده شد. جدیدان بخارا با تشبث خود برای مدد به مسلمانان دانش طلب مؤسسه خیریه گشادند و ترغیبگر اساسی عقیده های پن ترکی و منفعت های ترکیه بودند. یکی از راهبران غایه جدیدان آسیای میانه منور قاری عبدالرشیدوف بود. در سالهای جنگ یکم جهانی پن ترکیست ها هم در روسیه و هم در آسیای میانه فعالیت خود را باز هم وسعت دادند. آنها در حدود روسیه تأسیس دادن دولت اسلامی را تشویق می کردند. یکی از میلیونرهای کلان آسیای میانه پیروی اشدی پن ترکیسم میر کامیل مومنبایف بود که آشکارا نه تنها سیاست پن ترکیستی می برد بلکه به مقابل روسیه می برآمد به ترکیه مبلغ کلان خیر نمود. چون این طرفداران پن ترکیه و ترکیه عثمانی در آسیای میانه کم نبودند. همینطور جریان‌های پن اسلامی و پن ترکی که هر دو اصلاً یک مقصد و مرام داشتند و حدود کشورهای مسلمان نشین را می‌خواستند در زیر پرچم ترکیه متحد کنند و ایمپریای کلان خلق‌های ترک را برپا نمایند.
پنترکیزم و پن اسلامیزم دشمنان اشدی تاجیکان و فرهنگ آریایی تاجیکی بودند و در سالهای بعد مخصوصاً ابتدای دوره شوروی و حتی امروز نیز فعالیت آنها و عملهای تاجیک ستیزیشان خیلی وسعت پیدا نمود. از نام تمام مسلمانان سخن راندن پیروان پنترکیزم و پن اسلامیزم فریب محض بود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 85. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.